سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در مرحله اول برای بخش عملی آموزش طراحی سایتمون ما میریم که مرورگر خودمون رو باز کنیم. حالا چه شما از کروم استفاده میکنین، چه فایرفاکس، چه حالا هر مرورگر دیگه. داخل کادر جستجو میزنیم که پارس پک به فارسی. خب از داخل این قسمت میایم و روی سایت پارس پک کلیک میکنیم. سایتی که الان دارین اینجا مشاهده میکنین سایت پارس پکه که حالا یک همچین شکل و شمایلی داره. البته شرکت‌های خیلی بهتر و با هاست‌های با کیفیت‌تر هم هستن. پس چرا دارم از این سایت برای آموزش استفاده میکنم؟ به این دلیل که این سایت امکان تهیه هاست و دامنه رایگان رو داره که البته برای طراحی سایت‌های خیلی حرفه‌ای‌تر که حالا در ادامه جلوتر بریم ما باید از هاست و دامنه‌های غیر رایگان هم استفاده کنیم. حالا جلوتر که بریم خودتون متوجه میشین. اگر شما قبلا داخل سایت پارس پک ثبت نام نکردید میان در روی دکمه ثبت نام، ولی حالا اگر ثبت نام کردید روی دکمه ورود قاعدتاً باید کلیک کنید. ولی حالا ما در نظر میگیریم که هیچ کدوم از ما داخل سایت پارس پک ثبت نام نکرد. من میام و روی گزینه ثبت نام کلیک میکنم. داخل اینجا شما باید بیاین و نامتون، نام خانوادگیتون، شماره موبایلتون، ایمیلتون، دقت داشته باشین که حتما یک ایمیل صحیح وارد کنین، چون حالا بعد از اینکه ثبت نامتون تکمیل بشه میاد به اون ایمیلی که شما داخل این قسمت وارد کردین یک لینک تاییدیه حساب کاربری میفرسته و حالا بعد از اینکه روی ثبت نام کلیک بکنین اون ایمیل براتون ارسال میشه، میرین داخلش و روی لینک کلیک میکنید و پنل کاربریتون داخل سایت پارس پک فعال میشه. و حالا در نهایت میان اینجا یک رمز عبور هم برای خودتون انتخاب میکنید و بعد از اینکه تمام این فیلد هایی که داخل اینجا هست رو اومدین و تکمیل کردین میایم و روی گزینه من ربات نیستم هم کلیک میکنید و روی دکمه ثبت نام هم کلیک میکنید تا ثبت نامتون داخل سایت پارس پک به درستی انجام بشه. حالا چون من قبلا داخل سایت پارس پک ثبت نام کردم میام و روی دکمه قبلا عضو شده هم کلیک میکنم، یا حالا توی همون صفحه اولش میتونم بیام به جای دکمه ثبت نام روی دکمه ورود کلیک کنم. داخل این قسمت از من میخواد که نام کاربریم که همون ایمیلم هستش و همینطور رمز عبور خودم رو وارد کنم و اگر هم میخوام که سایت پارس پک توی دفعات بعدی که به پنل کاربری خودم میام وارد میشم بیاد و نام کاربری و رمز عبور منو به خاطر داشته باشه، میام و تیک گزینه مرا به خاطر بسپار رو میزنم و روی دکمه ورود به پنل کلیک میکنم. کمی صبر میکنم تا به پنل کاربری خودم وارد بشم. این پروسه تایید حساب کاربری رو وقتی که ایمیل برام اومد من خودم رفتم انجام دادم. پس اگر این کار رو انجام ندید حتما بعد از ثبت نامتون برین داخل ایمیلتون و روی لینک تاییدیه حساب کاربری کلیک کنید. خب اینجا الان وارد حساب کاربری خودم شدم. یک همچین صفحه‌ای هستش. برای تهیه هاست و دامنه رایگان میام از این قسمت روی هاست ابری کلیک میکنم. خودش به صورت پیش‌فرض میاد و روی گزینه هاست. اینجا به من میگه که شما تاکنون هیچ هاستی رو سفارش ندادین. بیاین از یک هاست رایگان استفاده کنید. خب من هم میام و همین کار رو انجام میدم. روی گزینه یک هاست رایگان سفارش دهید میام و کلیک میکنم. داخل این صفحه‌ای که برامون باز میشه اینجا میخوایم که هاست و دامنه رایگانمون رو فعال کنیم تا حالا بتونیم سایتمون رو راه اندازی کنیم. صحبت کردیم که برای ایجاد یک سایت ما نیاز به هاست و دامنه داریم. خب وقتی که شما وارد این صفحه شدین در قسمت هاست ها اگر اولین بارتون هستش میان و روی هاست رایگان کلیک میکنید و یک همچین صفحه‌ای رو بهتون نمایش میده. اگر که حالا خواستین از هاست و دامنه پولی استفاده کنید اینجا میتونید بیاین و این گزینه ها رو انتخاب کنید. حالا به اینا کاری نداریم. من میام و روی هاست رایگان کلیک میکنم تا بدون هیچ هزینه‌ای بتونم سایت خودم رو راه اندازی کنم. داخل این قسمت از شما اسم دامنه‌تون رو میخواد. میگه نام دامنه وبسایتتون رو بیاین داخل این قسمت وارد کنید که حالا اگر کاربر این نامی که شما اینجا وارد میکنید رو اومد داخل مرورگر سرچ کرد سایت شما باز بشه. من حالا نام سایتم رو به عنوان مثال میذارم سایت درسی. مثال دیگه هر چیزی رو میتونیم بذاریم. اما به خاطر اینکه دامنه ما دامنه رایگانی هستش در اینجا اومده خودش به صورت پیش‌فرض برای ما یک پسوندی رو گذاشته. یعنی کاربر اگر میخواد بیاد وارد سایت ما بشه چون حالا هاست و دامنه ما رایگانه آدرس سایت ما رو میزنه سایت درسی.freehost.io و حالا میاد وارد سایت ما میشه. یعنی اگر ما بخوایم از طریق هاست و دامنه رایگان سایت خودمون رو راه اندازی کنیم نمیتونیم از دامنه‌های داتایار و .com و حالا سایر پسوندهایی که هستن بیام استفاده کنیم.
برای اونا باید شما بیان یک هزینه رو پرداخت کنین که حالا جلوتر که بریم بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم. و یک نکته‌ای هم که اینجا هستش اینه که دوستان این اسمی که اینجا شما انتخاب می‌کنید تنها در صورت در دسترس بودنش به مرحله بعدی میره. یعنی چی؟ یعنی ممکنه که شما بیان اینجا یک اسم رو اینجا انتخاب کنید و بزنین روی مرحله بعدی. ممکنه که نره مرحله بعدی. چرا؟ مشکل اینجاست که اون آدرس دامنه توسط فرد دیگه قبلا اجاره شده و حالا شما نمیتونین که از اون نام دامنه استفاده کنید. پس مثلا اسم سایتم رو گذاشتم سایت درسی و میام و روی مرحله بعدی کلیک میکنم. منتظر میمونم تا اگر اسم دامنه من در دسترس باشه و تایید بشه یک همچین صفحه‌ای برای من باز میشه. خب همونطور که اینجا میبینید اسم دامنه من مورد تایید بوده و کسی هم تا حالا ازش استفاده نکرده، به خاطر همین صفحه جدید برای من باز شد. اینجا به هم میگه که نام هاست و دامنه شما اینه سایت درسی.freehouse.io و این .freehouse.io هم همونطور که گفتم چون هاست و دامنه‌ای که داریم از سایت پارسبگ میگیریم رایگانه، به خاطر همین میاد یک پسوندی رو به صورت پیش‌فرض در آخر آدرس دامنمون قرار میده. به تنظیماتش حالا کاری نداریم که فضای ذخیره‌سازیش چقدره، ترافیکش چقدره، سی پی یوش چقدره، رمش چقدره، تعداد بازدید در لحظهش چقدره، به اینا فعلا کاری نداریم. ولی در کور بدونین که اینجا اطلاعات هاستمون رو بهمون میگه و حالا بعد از اینکه تمامی اطلاعات رو دیدید میتونیم بیایم و روی گزینه ثبت سفارش کلیک کنید تا هاست و دامنه رایگان براتون ثبت بشه و بتونید سایتتون رو روش راه اندازی کنید. قبل از اینکه حالا بریم روی ثبت سفارش کلیک کنیم من بیام و یک نکته رو بهتون بگم. خب من میخوام بیام و از اینترنت موبایل استفاده کنم. اگر بیام اینجا و اینترنت موبایل خودم رو انتخاب کنم، خب دوستان یک نکته خیلی مهم یا یک خطا به اصطلاح، زمانی که شما با اینترنت موبایل بیاین و روی ثبت سفارش کلیک کنید ممکنه که حالا اینجا به شما یک خطایی رو نشون بده با اسم موبایل آی پی یا حالا دسترسی غیر مجاز. یعنی شما اومدین و روی ثبت سفارش با اینترنت موبایلتون کلیک کردید، این خطا رو میاد به شما داخل این قسمت بهتون به صورت اعلان نمایش داده میشه. حالا این خطا دلیلش چیه؟ اینه که شما با اینترنت سیم کارت گوشیتون دارین ثبت سفارش رو کلیک میکنید و حالا یک خطا از سمت پارسبگ. لطفاً اگر داخل خونتون مودم دارید، حالا رایانتون یا سیستمی که دارین باهاش ثبت سفارش رو میخواین کلیک کنید، متصل کنین به اینترنت مودم تا سایت پارسبگ متوجه بشه که مودم شما اینترنت داخلی داره و حالا داره از یک آی پی داخلی داره استفاده میکنه. پس اگر زمان ثبت سفارش با خطای دسترسی غیر مجاز یا حالا موبایل آی پی نات الاو مواجه شدید، بدونین که اینترنتمون رو باید به مودم داخل خونه وصل میکنیم. حالا کانکتش میکنیم و میایم و روی دکمه ثبت سفارش کلیک میکنیم. یا حالا اگر اینترنت داخل خونه نداشتین، وقتی که با تلفن همراه خونه حالا دوستتون رفتین، آشنایی رفتین یا حالا رفتین کافینت، ازشون بخواین که حالا یک چند ثانیه به مودم داخل خونهشون یا حالا به مودم داخل کافینت متصل بشین و با استفاده از مودم بیاین روی گزینه ثبت سفارش کلیک کنید. چون سایت پارسبگ باید مطمئن بشه که آی پی آی اینترنتی شما داخلیه، یعنی داخل ایران هستش. خب من مجدد میام و به وای فای خونه وصل میشم و حالا مجدد میام و روی گزینه ثبت سفارش کلیک میکنم. خب اینجا اومد به مرحله قبلی، مجدد میزنم روی مرحله بعدی با اینترنت وای فای. خب و از اینجا میام و روی ثبت سفارش کلیک میکنم. کمی منتظر میمونم. خب اینجا به من میگه که شماره موبایل شما تایید نشده. میام و روی ارسال کد میزنم تا بتونم شماره موبایل خودم رو داخل سایت پارسبگ تایید کنم. پیامکش اومد 477 و روی تایید کلیک میکنم. خب شماره تلفن من با موفقیت تایید شد. مجدد میام و روی ثبت سفارش کلیک میکنم. خب اینجا به من میگه که سفارش هاست شما با موفقیت ثبت شدش. این هم همون هاست و دامنه رایگان ما هستش. اما اینجا برای ما هنوز کامل راه اندازی نشده. اگر بیام از این قسمت روی این اعلان ها بیام و کلیک کنیم، داخل این قسمت برای اینکه بیاد و هاست و دامنه شما به صورت رایگان ثبت بشه، یک خط اینجا هست که اینجا باید به صورت کامل براتون پر بشه. منتظر میمونم تا این خط به صورت کامل برای من پر بشه و هاست و دامنه رایگان من برای من ثبت بشه. خب دوستان من اومدم و صفحه خودم رو رفرش کردم و اگر مجدد بیام از قسمت اعلان ها وارد بشیم، همونطور که مشاهده میکنید اون خط برای ما به صورت کامل پر شدش
و هاست ما به صورت کامل برامون ثبت شدش. همونطور که مشاهده می‌کنید این گزینه سبز به معنای موفقیت بودن ایجاد هاست رایگان هستش. اما توی چند ثانیه قبل این کار برای ما انجام نشده بود و در حال ایجاد هاست دامنه رایگان ما بود. بعد از اینکه حالا این خط به صورت کامل پر شد، اینجا به صورت کامل تمامی مشخصات هاست دامنه رایگانمون رو میتونیم ببینیم. اینجا الان به ما میگه که سایت درسی.freehouse.io با این مقدار رم و ترافیک، فضای ذخیره سازی و حالا سایر گزینه‌هایی که اینجا هستش. با اینا حالا فعلا کاری نداریم. این دکمه سبزی هم که اینجا هست به معنی این هستش که فعاله. اگر ما بیایم و روی این هاستمون کلیک بکنیم، به این صورت میتونیم وارد پنل مدیریت هاستمون بشیم و حالا سایر گزینه‌ها. شاید براتون سوال پیش بیاد که اگر فضای ذخیره سازیمون پر شده بود، باید از کجا بفهمیم که فضای ذخیره سازیمون پر شده؟ بعد از اینکه حالا شما وارد پنل مدیریت هاستتون شدین، داخل این قسمت به ما میگه که شما 100 مگابایت فضای ذخیره سازی دارین و اگر پر بشه اینجا بهتون به صورت کامل نمایش داده میشه. و همینطور اینجا به ما میگه که تعداد دامنه های ما چند تا هستش روی همین سایتمون و اینکه ترافیکش چقدره. ما فعلا به ترافیک و تعداد دامنه ها کاری نداریم، ولی حالا فضای ذخیره سازی رو از اینجا میتونیم چک کنیم که چند درصد از فضای ذخیره سازیمون پره. ولی حالا هاست‌های رایگان کلا 100 مگابایت فضای ذخیره سازی دارن که حالا به نظر من کافیه. میتونیم باهاش تمریناتون رو انجام بدین و سایتتون رو داشته باشین. فعلا تا همینجا کفایت میکنه. اجازه بدین بقیه موارد رو بیام توی جلسه بعدی در موردش صحبت کنیم.